این درسی سیمین است. اویدی برنامه C++ در مایکروسافت ویژوال استودیو 2008. خب ما در این درس اپراتور if رو دیده میبریم، یعنی طرز کاری آن رو در C++ چخل استفاده میبرند. خب اینجا ما علامت هایی که داریم با ما در کار نیست. اینجا من توضیح میکنم. برای نمونه یک ام میگیریم، بسنده است توضیح و یا دو سلاقاتی با شما میفهمونیم. خب بنای خطش های با مطمئن در کار نیست. توضیح میکنیم اینجا رو. این دو خطی دیگر هم در کار نمیشود. یعنی این در این اپراتور ما چخل استفاده میبریم. اپراتوری if رو ننویسیم چون پیشتره در ویژوال بیسیک if در اینجا قوس میکشیم. در داخل قوس منویسیم مثال a کالونی 5 بگیریم و زیرش a کالونی 5 تمام. دیگر یکون چی نمینویسیم. انا اکنون دیگه کاوتا در خاطر داشته باشیم. کاوت ما نویسندگی داشتیم برای پیچت کردن حاصلش. ما منویسیم کاوت در همین جای f منویسیم اگر if a کالونی 5 باشه در اینجا ناخنک میکشیم منویسیم. خب سالون اگر رفت و عددی قبول کردگی ما 15 کالون باشد. رفت 15 خورد باشد چی؟ برای 15 خورد شدن ما منویسیم lc باز پایان میخندیم. خب اینجا هم یک تا اینجا بریم. برای نمونه فرق ندارم و برای سودا تشتن خیلی میبرم. خب در lc باز منویسیم کاوت نمیشه و منویسیم اشته خیر. خوش سلام بود اش خیر. اینجا در علامت را میبینیم. من اکنون برنامه را میبینیم که چی گپ شد. با سبب زبط اکران برنامه چسبونده است. خیلی اشتراک کم چسبونده است. برنامه را یا پاوز دادم که تست درگیری اون شود. خب اینا پیدا شد اکران چای ما. در اکران چهل میبینید بنویسیم میگه یکون چی را. خب مثال ما میگیریم قیمت عدد 5 کلانتر عدد 6 میگیریم. نگاه کنیم سلامی ما نویسنده شد. خب بیا بار دیگه پخش میکنیم. علاقه دویم باره عددی 5 خود میگیریم. خیر چهلی که میبینید برنامه ما با کار در آمده. خب دوام این را ما مینویسیم. باز چیکار میکنیم؟ باز اکنون همین if رو دیگر اصولش رو یعنی کمتر دیگر خیل کردن میبینیم که کار میکند یا نه. خب در مثالی که پیشتر ما با شما گفته بودیم یک مثال ابرامیان در اینجا یک 10 تگه دیگر مثال از ابرامیان تیار کرده ماندیم از مثال های if تعلق و همین اپراتور امروزه. مثال یکم را من حاضر کار میکنم. عددی بهتون داده شده است. اگر آن عددی مثبت باشد آن را یک واحد زیاد و اگر نه قیمت آن را تغییر ندهید. عددی حاصل شده را از چوب برارید. یعنی گفتنش همیه که اگر عددی ما
عددی پلوسا باشه، 1 2 3 4 پلوسا باشه، یک کلون باشه، خلاص گپ با او یک عدد جمع کن، یعنی یک جمع کو پیچاتش بده. اگر نه همه عدد چنده که هسته خچه پیچاتش بده گفتیسته. برای را سنجیدن که عددی مو اینال کلون یا نه، ما در همجا می نویسیم مثال میگیریم عددی 0 میمونه، در جا میگیم اگر ایمو کلونی چی باشد 0 باشد. خب اینجا اپراتور گفته علاقه اجرا کرد اگر ا کلونی 0 باشه در جا پراموی خودشان می نویسونم مثال ا جمع 1. در این حالت هم نتیجه را ما نشون میده ا چنده که باشه یک جمع میکنه بالاشتا میبره. خب در اینجا اگر نادرست باشه عدد ارگینال خچه برور گفتگی برای ارا باید سرکر خچه پیچت در میتیمش میره. خب میسنجیم از این کمتر کدا معالش کردیم اینجا با کمتر سنجش میشه. برای هم کم هایرا یه بار دیگه پاوز دادم بمونیم زفسی اکرانه که تستر کرداد درویم نه کرداد درومد انا اکم می نویسیم مثال میگیریم یا رقمی درم میگیریم پخش میکنیم جواب 3. برای سنجش یک بار دیگر با کور میداریم. این مثال میگیریم در کرات دیم ما میگیریم مینوسی 3 چهل که میبینیم مینوس 3 جواب خودش برآمد. انا اکنون در اینجا باز یک مثال دیگر همچون نمونه با شما فهمونیم. مثال میگیریم مثال 3 ما عددی بوتون داده شده است اگر اون عددی مثبت باشد یعنی اگر عددی مثبت پلوسا باشد آن را یک واحد زیاد کنید یعنی یک تا بالاشتا جمع میکنید. اگر منفی باشد قیمت اون را 2 واحد کم کنید یعنی اگر که عدد قبول کردگیمون اینو مینوسا باشه ما را 2 عدد چه باید بگیریم کمش کنیم. اگر عدد صفری باشد یعنی عدد ما 0 باشه او 0 پیچت نمیکنیم با جای 0 ما رقمی 10 پیچتش میکنیم. خب برای همین نمینیم اگر ا باشه خلقی را ما گفتیم اگر اینجا السی اومگه السی را با ایفا جداگانه می نویسونیم و یک قوس دیگر روی میکنیم در داخل این ما می نویسونیم. خب ا خوردی 0 انا ایجاده ما می نویسونیم ا مینوسی 2. خب ایش هم با انجام رسید باید نولوی دیگه داریم اون روزی ما باید بینیم می نویسونیم السی. خب السی ایف ا برابر 0 اگر برابر 0 باشد خب کود در داخل مخمک 10. اکنون ایجاد از چی گپ شد برای چی 2 تا برابری موندیم برای چی را موندیم. خب در سی پلوس پلوس عادتا با جای اینا پی آ پلوس 1 موندیم عادتا پلوس پلوس هم با جای 1 هم یا پلوس دیگه میمونن معنیش که یک تا زیاد کنیم. اما ویزوال سی استودیو سی پلوس پلوس 2 تا پلوس قبول نکرد نمیدونم هیچ سبب باشد ممکن کدش تغییر دادگن برای همین ما 1 نویسوندیم. کسی که با سی پلوس پلوس خود استانداردی خودش قاطی کار میکنه همجدا با جای 1 یا پلوس دیگه مونه کردم میدرویم. خب دیگرش یا شاخه خودش معلومه یا برای عمل متمتیکی در اینجا اجرا میکنه نتیجهش پیچت میکنه یوش معلوم شد برای چی 2 برابر برای که بیسیک ویژوال بیسیک هم 1 برابر میمونیم بسنده بود ایجاد 2 تا که
якташ барои присвоение, яъне чикор бигӯм, агар яктара монем ҳамин қимата мегира ба ҳамин мебахша. Ира дигар намега ки итария ютария. Аммо иҷода ки мо дута мондем, баъд дутада мега ки агар ҳамин баробари ҳамин бошад. хоб барои ҳамин барномаро сарш метем барои санҷиш. хоб ин або пайдо шид. Мо барои санҷиш менависонем мисол 4 ба 4 агар ҷамъ мекунем 5. дуруст. ва як бор дига барномаро сарш метем. мисоли 6 мо минуса мегирем. мисол минуси 6 минус 6 минуси 2 мешавад. дута камш мекунем, мешавад минуси 8. як плюса дарафт. ана ки охиронгиша мебинем. агар рафт адади мо 0 шавад, адади мо 0 бошад, ва ҷавоб 10 шавад. ина чӣ хеле ки мебинем. мисоли мо хушро как кор кестай. кор бо оператори ифа ёд гирифтагӣ умедворем. ана ҳамин буд тарзи истифода барои оператори if дар C++. Сарбаланду хунобод бошед то дарсҳои дигар.